نمیدونم صحبت کردن با مرد بکنه حرام است. فرید نمی تو آمدگی نمیده تو هم یه حرامی نمیده. خیلی خوشم. ببینه که برای این خیل زنهای به حیایی بد اخلاق نصیحتگرا و دعوتگرا حرام بودیان. او کسی که تو را از حلال و حرام گپ میزنه و نصیحت میکنه حرام نیست. نصیحت کردن و از گناه بازداشتن کاری پیامبران است. این کاری حرام نیست، بلکه سخنان فحش گفتن و با مردها صحبت کردن حرام است. با لباسهای شهوت انگیز به نمایش برآمدن و مردها را به خود جلب کردن حرام است. در بالای پستل دراز کشیدگی افیر میکنی و با مردها سخنان فحش میگی، مگر این حرام نیست؟ آخر تمام کاری حرام آشکارا انجام میدی و باز دیگران را حرام میگی؟ پس حالا هم نفهمیده ای که حرام کیست؟ کامنتاریه ها تا بخوان، همه لعنتت میگن، تمام دشنام برات میکنن، ولی شما ناموس نداره. باز تلخت میکفه که یک کس نصیحتت کنه. ببینه که شما آبرو و ناموستان اینقدر ارزان فروخته ای. آبرو و ناموس پدر و برادراتون در عوض 2 تنگه پول تیک تاک فروخته ای. شما دیشافگاه هایی هسته که ارزش هیچ چیز را نداره. شما شرمنده ها انتظار عذاب الله باشه که دیر یا زود خانتون میسوزه. در همه دنیا ذلت و خواری را میبینه. این وعده پروردگار است برای کسانی که در بین مؤمنان به حیایی را پهن میکنند.